دیشب بالاخره محبوب ترین تاریخ و شرورترین میستریوی جهان در آخرین رقصشون به مصاف هم رفتن. دامینیک زنباز دائم نوچاش واسه مهار دایی کخ میریختن و رفت برا فنون مخصوص عموی خدا بیامرزش. جان عصبانی افتاد دنبالش که سیغه‌ای ها جلوش سبز شدن، ولی در ادامه بدجور سرش کوبیده شد به زمین. بچه‌های بهیاری اومدن و مرد ساده دل به شدت نگران دام شد، اما دخترها اومدن تو رینگ ترتیب بدبختو بدن. تا شرایط فینیشر مهیا شد دام یهو شفا گرفت و اومد 619 زد، اما داور پتیاره ها رو اخراج کرد. جان گفت یک فینیشر زدی فکر کردی خبریه و رفت برا حرکت نمیتونی منو ببینی که اگه ببینی قطعا میرینی. زرنگزاده دستو تو پوست گردو گذاشت و با کلک رشتی فینیشر زد، اما جان تسلیم نشد و خودش ای زد. دام هم وا نداد که موقع ضربات بوکس جان سهوا رفت تو شکم داور و باز اراذل اوباش حمله ور شدن. سوپر سینا با جفتشون جنگید و مثل جوونیاش دابل فینیشرشون کرد که روباه مکار اومد با کمربند بزنش، اما در مقطع الرس لیو بعد چند ماه برگشت و یه مشت تو صورت اکسش زد و پرید تو بغل اسطوره کودکیش. زنی که دو قطبی رد داد و زد به دوتا قطب سینا و بنده خدا مثل گوشت قربونی افتاد رو تنابا برا 619. در نهایت با کمربند زدن تو ملاجش و بعد پرش مرگبار دیگه جان توانی در کمرش نبود و برا همیشه خم شد.